طول قریب یک 20 سال اضافه کرمک می‌داریم. حاضر هفته روز قریب گور میشد. خواهد امسال نیت ما پلان بر زیاد اجرا کردم. این برگ‌های درختی توت می باشد که خوراک اساسی برای کرمک محسوب می یابد. سال روان ناظم جان پولاتوف یک قوطی کرمک گرفت. پس از 7 روز دیگر باشد پله ابریشمیش تیار می شوند. این کرمک پرور نقشه دارد که سال روان 40 کیلوگرم پله سپارد. در جماعت غازیان نوحی بابا جان غفورов 62 خوجگی با پرورش پله مشغولند. یکی از آنها نرگس سالیوه می باشد. سال دوم است که وی با کمک اهل عائله‌اش 4 قوطی کرمک را پرورش می کند. خصوصیت های خاص کرمک پروری را از آوان خوردی از بیبیش آموخته بود. در هر 3 ساعت دادن خوراک، نگاه داشتن حرارت معتدل، امین داشتن از حشرات های ضرررسان از عامل‌های می باشند که برای نگاهوبینی کرمک مهم می باشد. میگوید این زنی کرمک پرور برای چملی زیر نکدن، خنک به شخ نشدن، گرم میکنیم، تگش به آب میمانیم، بلندتر کده من خیلی نگاه میکنم. 10 روز پیچکه کدیم مایدگی شنده اول خودش گرم برای همون پیچکه های کشتیم. در سال اولی پرورشی کرمک نرگسه از 4 قوطی پرورش نمودهش 230 کیلوگرم پله سپاریده است. بر عوض آن 5000 سومانی مبلغ گرفت. سال روان باشد وی نقشه دارد تا 250 کیلوگرم پله سپارد. وی میگوید پرورش پله یکی از عامل‌های درآمد عائلوی و پیشبرد زندگیش محسوب می‌یابد. مبلغش میتیاد، روغنش میتیاد، آردش داد. مبلغش ناز، فایدهش ناز. با خورسندی همه جمع 5000 مبلغ گرفتم سال وی گذشته. امسال من خدا خواهد این مقدار میگیرم. بنابر معلومات متخصصان در قیاس با سالهای گذشته شماره کرمک پروران زیاد شدند. حالا در حدود 12 جماعت نوحی بابا جان غفورов 1400 عائله با پرورش کرمک پله ابریشمی مشغولند. سال روان برای هر 1 کیلوگرم پله ابریشمی 15 سومانی نرخ مقرر گردیده است. این سال در اساس شرطنامه‌های طرفین از طرف مؤسسی ساحه یعنی جمعیت سهامی کشاده پله تاجیک چاره‌های هوسمندگردانی سری وقت به اجرا رسانیده ایستاده. نسبت سال گذشته اگر 10 سومان باشد این سال 15 سومان برای 1 کیلوگرم پله‌های نوعی نرخ معین کرده شده است. همه موادهای ضروری ساحه پله پروری همچنین تخمی برای کرمک پروران برای خوجگی های کرمک پرور طریق رایگان دسترس کرده می شود که این یکی از عامل های هوسمندی خود کرمک پروران به حساب می رود. همچنین سالهای پیش اگر به حساب میانه تا 4% از ارزش عمومی کرمک حق خدمت رسانی جدا کرده شود، این سال عموما خدمت رسانی ها به این وارد کرده نمی شود. یعنی پوره استحصال پله، خرید پله از طرف صنایعچی ها موافق همین معیارهای مقرر کرده شده خریداری کرده می شود. تقسیمات کرمک در ناحیه بابا جان غفورov سنه 12 اپریل آغاز گردیده بود. در موسم امسال در ناحیه مذکور نقشه دارند از 2400 قوطی کرمک 70 تن پله استحصال کنند. این نشان دهنده در مقایسه با سال 2021 200 قوطی کرمک و 9 تن پله زیاد می باشد. گزارش اوغلای رجب و سپان نادل جانف برای برنامه اطلاعاتی امروز.